سفالگری، هنری که من عاشقانه دوستش دارم. سالها پیش تقریبا بخش زیادی از شاخه‌های این هنر رو آموزش دیدم و یهو تصمیم گرفتم به خاطر علاقه و زنده کردن اون دوران و خاطرات به لاله‌جین سفر کنم. با من همراه باشید. قهوه. خسته شدم، خوابم گرفته. با قهوه یه دوپینگ میکنیم و بعد میریم برای ادامه سفر و رانندگی. قهوه من داخلش ملال میریزمش رو. چه کاریه؟ این شهر به عنوان مرکز اصلی تولید سفال ایران شناخته شده. سفالگری توی لاله‌جین تاریخچه طولانی داره. البته خب هنرمندای خیلی خیلی خوبی هم داره و دلیل سفر خیلی از گردشگران اصلا همین اساتیدیه که توی لاله‌جین به کار سفالگری مشغول هستن. اگه بخوام یه کوچولو درباره تاریخ این هنر بگم، باید بگم که برمیگرده به دوران نوسنگی. یعنی قدمتی حدوداً 10,000 ساله داره. سفالگری توی تمدن‌های مختلف در سراسر دنیا به طور مستقل شروع شده. البته اینم بگم بعضی از قدیمی‌ترین آثار سفالگری توی خاورمیانه و چین کشف شده. ولی به طور کل نمیشه بگی که هنر سفالگری فقط از یک منطقه خاصی شروع شده. و یه موضوع جالب این که اولین چیزهایی که با این هنر ساخته شده بودند ظرف‌ها بودن. ظرف‌هایی برای نگهداری و پخت غذا. مثل چی؟ کاسه، دیگ، کوزه. کلاً اولین کارکرد سفال تزئینی نبوده. کاربردی و مرتبط با بقا و زندگی روزمره بوده. بله، سفالگری ترکیب خاک و آب و دستان هنرمند که ریشه در دل تاریخ تمام دنیا داره.